در کالج آموزگاری شهر حصار روزهای درهای گشاد دایر گردید که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را کارمندان مسئول مؤسسه مذکور استقبال گرفته آنها را با فعالیت صنفخانه‌ها، مرکز تعلیمی هنرآموزی، زبان‌های خارجی، کتاب‌های الکترونی، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالارهای ورزشی، اینچنین با شرایط‌های تحصیل در این مؤسسه شناس نمودند. این حال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار دانشجویان از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تحصیل علم می‌نمایند. طور عیان شد آن اختصاص‌هایی که به دانشجویان آموزانده می‌شود طلبات در مؤسسه‌های تعلیمی کشور بیشتر است، از جمله تیار کردن کادرهای زبان‌های دولتی انگلیسی، روسی، اینفرماتیکا و تکنیکای کامپیوتری میباشد. پیوسته کوشش میکنیم در تعلیم و تربیه آموزگاران آینده سهمی باسزا گذاشته باشیم. برای این تمام شرایط در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری ما مهیا کرده شده است و اون سپورش و دستورهایی که از جانب رهبری عالی مملکتمان به ما داده شده است ما البته اجرا میکنیم و پای اجرای آن هستیم و همیشه کوشش میکنیم که آموزگاران را تیار کنیم و به جمعیت به مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو جمهوری تاجیکستان سفر برنماییم تا آموزگاران با سواد، با فرهنگ، با معرفت و از نگاه زمان آماده شده باشند و با تکنولوژی معاصر کار و فعالیت کرده توانند. و من از فرصت مناسب استفاده کرده همه خواهشمندان، همه داوطلبانی که امروز مؤسسه های تعلیمی قلمرو کشورمان را ختم کرده ایستادند با مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار دعوت می نمایم، چون که برای تعلیم و تربیه تمام شرایط ها مهیا کرده شده است در مؤسسه ما و مؤسسه ما در زمینه تحصیلات میانه اساسی و میانه عمومی، یعنی پس از ختم مکتب اساسی صنف 9 و پس از ختم مکتب میانه یعنی صنف 11 داوطلبان را قبول میکند و من فکر میکنم داوطلبان کالج ما را نیز انتخاب میکنند. در آخر در تالار اساسی بخوری آموزگاران کالج با خوانندگان دایر گردید. همین طور دوام روز بیش از 500 نفر داوطلبان آینده حاضر گردیده از فعالیت کالج آموزگاری شناس شدند. ماموریت کالج آموزگاری شهر حصار همه‌جانبه بهر تیار نمودن متخصصان میانه، همچنین بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان صاحب معرفت و تندرست با استعداد سعی و کوشش بیشتر نمودن یک قطار کارها را در آینده به نقشه گرفته است.